در ولایت ختلان 40 عدد مؤسسه‌های تعلیمی بهره‌ور از لایحه استراتژی رشد استوار غذایی مکتبی و 747 مؤسسه دیگر با غذای مکتبی تامین می‌باشند. در نتیجه سنجش‌های نظارتی اکثریت آشخانه‌های نزد مکتبی به پررنگی تعمیر یافته و با تجهیزات حاضر زمان که برای پختن نان، خوراک و مواد غذایی میباشد تامین گردیده است. اصلا آشخانه‌های مکتب که برای طالب علمان صنف‌های ابتدایی که در 2 بحث خوراک پیشنهاد می‌گردد باید جوابگو به طلبات سانیتری باشد. قاعده‌های بهداشتی حتمی بوده تحت نظارت راهبران مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی باید قرار داشته باشند. فعالیت آشخانه‌های نزد مکتبی در شهر لیوکند که 7 مؤسسه تعلیمی بهره‌ور از غذای مکتبی میباشد سال از سال بهتر گشته و با دستگیری کمیته پدر و مادران برای غذای علاوگی کودکان کمک‌های گوناگون رسانیده می‌شود. برای بهتر شدن صفت نان و خوراک فعالیت کدبانه‌ها تحت نظارت بوده و آموزگاران پیش از استعمال توصیه می‌دهند که خوانندگان به قاعده‌های بهداشتی اهمیت جدی دهند. غذای باصفت در بلند برداشتن مسئولیت کودکان مساعدت می‌کند و وظیفه آموزگاران و کاربران آشخانه‌ها به راه ماندن کارهای تبلیغاتی تا اینکه طالب علمان به حالت سانیتری اهمیت ضروری دهند. چند مؤسسه تعلیمی که بهره‌ور از برنامه آذوقه جهانی و استراتژی رشد استوار غذای مکتبی می باشد شرایط خدمت رسانی را مرحله به مرحله بهتر می نماید. از روی مشاهده ها در اکثریت مؤسسه های تعلیمی ناحیه های ولایت خدمت رسانی به کودکان صنف های ابتدایی در سطح پس بوده و کدبانه ها در حالت غیر سانیتری فعالیت می نمایند. کمبودی های جدی در مؤسسه های تعلیمی ناحیه های وخش و کشانیان، جیهان، دوستی، پنج، عبدالرحمن جامی و ناحیه های دوردست کوهستان جای داشته حتی برای آماده نمودن خوراک نان و برای نشست طالب علمان آشخانه موجود نیست که یک حالت ناگوار است برای استعمال خوراک خوانندگان. برای برطرف نمودن کمبودی های جای داشته مسئولین مؤسسه های تعلیمی در همدستی با مقامات های محلی کمیته پدر و مادران باید تدبیر جویی نمایند، چون که در اکثریت مؤسسه ها خوانندگان حتی در صنفخانه های تعلیمی تناول خوراک می نمایند که این حالت ناممکن می باشد. حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت سالمی کودکان و نورسان اهمیت جدی می دهند و مقصد از پیشنهاد مواد غذایی که در بلند برداشتن انکشاف عقلی و ذهنی کودکان مساعدت می کند بار دیگر مقامات های دخلدار را لازم می آید شرایط مساعد را برای خوانندگان مؤسسه های تعلیمی که بهره‌ور از مواد غذایی می باشند مهیا سازند.